بسم الله الرحمن الرحیم گفته. امروز ما شما میریم درس ما شما در قسمت چیست؟ در قسمت ویلن. این چارجر زیر بکش در چارجر شو بزنم در چیز بک. خب امروز ما شما میریم در قسمت ویلن. در این تو یک دیاگرام دو دانه سویچ کشیدیم. دو دانه سویچ 48 پورت است، مدل 3750 است. مدینی ویلن برتانه تو زایدش چی میکنیم؟ کانفیگریشن کار میکنیم و دمی ویلن بندی ما شما میکنیم. ما اینی سویچ یک از سویچ بالایی مسی طرف سویچ دویم از برای ما شما در سویچ یک دانه ویلن ده جور میکنم، یک تا ویلن 20 جور میکنم، یک تا ویلن چند جور میکنم 30 جور میکنم و در ویلن یک از پورت یک لا 10 قرار میتیم، در ویلن 20 از پورت 11 لا پورت 20 قرار میتیم و در ویلن 30 از پورت 21 لا چند قرار میتیم 30. یعنی 10 دانه پورت در ویلن ما شما معمولا چی قرار میتیم؟ مربوط از همون میکنیم. در سویچ دیگه که از به می شکل ویلن 10 ویلن 20 و ویلن 30 10 دانه پورت ما شما میگیریم. از او اختیاری از دلتان 10 تا پورت میگیریم، 4 تا 5 تا نظر به نیاز است و در اینجا رنج شما به خاطر ازی گرفتیم در ریال کار میکنیم که رنج کلان ویلناس شما انتخاب کرده بتونید. و پورت وسطی بین ما شما بین دو دانه چی که است؟ پورت وسطی که بین دو دانه دو دانه دیوایس ما شما است، بین دو دانه سویچ از 48 تا 48 وصل است. این باید بر ما شما چی شد؟ ترنگ شد. چرا ترنگ شد؟ چون وقتی که ویلن سی به اون طرف دیتا را آن میکنه، ویلن در آن میکنه، ویلن 20 را آن میکنه، دیتای دیفرنت ویلن توسط یک دانه پورت که میره بر ما شما پورت دالت چی باید باشه؟ دالت ترنگ باشه. این ما شما کانفیگریشن شو بخیر میریم امروز سرش چی میکنیم؟ کار میکنیم. سویچ یک ما شما سینی ما شما در سویچ یک هستیم، در بالا قرار میتم که ما شما در سویچ بالایی است. ما شما نو میگیم به شکل دیالوگ ما شما چی نمیکنیم؟ کانفیگر نمیکنیم. اول خوب متوجه باش. انیبل میگیم شو برای ما شما چی ویلن بریم. درباره ویلنات برای ما چی بده معلومات بده. بای دیفالت در داخل یک دانه سویچ تمام پورتاش مربوط یک دانه ویلن است که رو به نام دیفالت ویلن یا ویلن یک میگفت نمیگفت. در این سویچ کدام نفر ویلن دیگه هم کریت کرده، ویلن 10 ویلن 20 ویلن 30 و ویلن 40 و ویلن 99 در اینجا برای ما شما چی شده؟ کریت کرده. در حالی که میبینین امی سویچ ما شما را رای تریس هم کرده، ما شما نو داخل شدیم این ویلن بخی برای ما شما چی بود؟ پاک بود. گفتم امی ویلنا که از در کجا ذخیره میشه؟ در حافظه فلش ذخیره میشه. باید ما شما دیتابیس ویلنا رو چی کنیم؟ دیلیت کنیم. از خاطر بای دیفالت مونده. اما تمام پورتای از میبینین فعلا عضو یک دانه ویلن است که عبارت از نتیو ویلن یا دیفالت ویلن ما شما که ویلن چند است؟ ویلن یک است. و به می شکل ویلن برای ما شما که یادتون باشه 1002 1003 1004 1005 یا رو به نام ریزرو ویلن که یاد میکرد بای دیفالت داخل خود سویچ برای ما شما چی است؟ جای به جای است. ما چی کار میکنم؟ اول میرم امی ویلنای رو دیلیت میکنم. امی ویلنای که هسته در گلوبال کانفیگریشن مود نو ویلن نمبر سیکنن ما شما نو ویلن مثلا برای ما شما 10 نو ویلن بر ما شما 20 ویلن 20 هم نباشه، ویلن دیگه بر ما شما 30 و ویلن بر ما شما 40 و ویلن بر ما شما چند است؟ 99. بیار کلش بر ما چی کو پاکو. حالا اگه ما شما چی کنیم؟ ان کنیم سه است، خیر مشکل نداره. این کار میکنه سرتون. خیر کارش میکنه. حالا سکنین یک دفعه شو بر ما شما ویلن چی بریف. در ویلن بریف بر ما شما معلومات بده. ویلن 999 مونده، نوزا بر ما شما دیلیت نشد. اما دیگه ویلنا بر ما شما چی شد؟ دیلیت شد. اورم دیلیت میکنیم. میریم گلوبال کانفیگریشن ما شما در کجا میریم؟ گلوبال کانفیگریشن نو ویلن نمبر 999 بر ما شما چی شد؟ دیلیت شد. حالا اگه ما شما کنیم بگیم شو بر ما شما ویلن بریف درباره ویلنات خلاصه بر معلومات بده. یک دانه ویلن از ویلن یک و 48 دانه پورت همراه 4 دانه پورت دیگه که مربوط به ویلن چی است؟ مربوط به ویلن دیفالت. این میله که در پورت مثال 3 ازی 3 مدلش با 3 شروع میشه، استک 3 داره. 3 مثال بر یک از یک دانه دیوایس وصل شه و یک دانه دیوایس در پورت 39 ازی وصل شه برای ما شما. در پورت مثال فکر کنین 42 برای ما شما وصل شه. یک پکیت برودکاست که برودکاست در تمام پورتا بر ما شما چی میکنه؟ انتقال میکنه. چرا؟ چون کل از سیم ویلن است یا نه؟ ده یک ویلن است. ما میخوایم ویلن رو چی کنیم؟ جدا کنیم. سای برودکاست بر ما شما چی باشه؟ خورتاش. اول ویلن کریت کردن چه قسم است؟ باید ما شما گلوبال کانفیگریشن مود بریم. من اینجا میگم اول حسنه مزیر تغییر میتیم. حسنه مزیر سویچ باشه به نام دبلی 1 سویچ 1 بر ما شما که فهمیده شه. ما میخوایم یک دونه ویلن جور کنیم، مثلا ویلن چند 10. نامش بر ما شما چی میتیم؟ نامش بر ما مهم نیست. بر ما شما ویلن نمبر مهم است. مثلا ویلن نمبر 10 مربوطی که باشه مربوط آیتی نام داده میتونین اگزیت بگین. مثلا ویلن نمبر اینجا کلیک کنین بر ما شما میگه با اساس نام جور میکنی یا با اساس نمبر میتونین این نمبرها رو چی کنین انتخاب کنین. ویلن آیدی رو ما شما مثلا ویلن 20 نام شما به نام چی میتیم؟ مثلا به نام MGMT میتیم. مثلا دیگه ویلن داریم. ویلن نمبر چند دوستا؟ ویلن نمبر 30. این بر ما شما ویلن نمبر 30 چی میشه؟ کریت میشه. ویلن نمبر 30 نامش میتیم به نام چی؟ نام فایننس. ویلن دیگه کریت میکنیم. ویلن نمبر چند؟ ویلن نمبر 40.
نامش داده میتونیم مثلا به نام چی، مثال به نام خودم اینو به نام وسیم جور میکنم. حالا اگه ما شما این کنیم بگیم شو برای ما شما ویلن برید، درباره ویلنا برای ما شارت معلومات بدین، ببینین ویلنا جور شده، ویلن 10 ویلن 20 ویلن 30 برای ما شما چی شده جور شده. اما پورتا بیس نشده، نوزا پورتا عضوش نشده، فقط به این طریقه اول ویلن کریت میشه. یک طریقه ویلنا تو است که اول باید ویلن کریت کنی، باز بعدن میری پورتا رو چی کنی، عضوش کنی. یک طریقه ساده شینی است، یعنی یک طریقه عمومی است که اول ما شما ویلن کریت میکنیم، باز پسان میریم پورتا رو عضوش میکنیم. باز یک طریقه دیگه تو است، پورتا رو عضو یک ویلن میکنیم، اتوماتیک ویلن هم برای شما چی میشه، کریت میشه. خود این طریقه این سویچ به یک طریقه کار میکنیم، سویچ دیگه باز به یک طریقه دیگه ما شما چی میکنیم، کار میکنیم. خود اینجا من ویلنا رو کریت کردم، پس ویلنا رو دیلیت چطور میتونیم؟ اگه یک آدم میگه ویلنا رو برای ما شما چی کنین، دیلیت کنین. ما شما نو ویلن 10 دانگه کیم پاک کردم میتونیم. مثلا یک ویلن پاک میکنی، ویلن نمبر 10، مثلا نو ویلن برای ما شما ویلن نمبر چند، ویلن نمبر 20، نو برای ما شما ویلن نمبر چند، ویلن نمبر 30، نو ویلن نمبر برای ما شما ویلن نمبر چند، 40. هر 4 ویلن ما شما چی کردیم، دیلیت کردیم. اگر بخوایم در گلوبال کانفیگریشن مود شو کنم، شو برای ما شما دو شو ویلن برای ما شما چی بریم. حالا ویلن های ما شما پاک شد، یعنی ویلن دام پاک شد، ویلن 20 ویلن 30 ویلن 40 برای ما شما چی شد، پاک شد. اگر در این زمان میخوای ویلن کریت کنیم، مثال فکر کنیم من ویلن کریت میکنم، میگم ویلن برای ما شما ویلن 10 باشه، کاما ویلن 20 باشه، کام برای ما شما ویلن 30، کاما ویلن برای ما شما چند، 40 الا برای ما شما چند، 50. این چه قسم ویلن کریت میکنه؟ ویلن 10 کریت میکنه، ویلن 20 کریت میکنه، ویلن 30 کریت میکنه، ویلن 40 کریت میکنه، 41 42 43 44 تا چند کریت میکنه، 50. چرا ما شما از 40 رو چند گفتیم، 50. یعنی یک دفعه ما شما میتونیم ویلن رو چی کنیم، کریت کنیم. این انتر کنم براتون. اینجا فاصله شناخت دادیم ما شما. اینی فاصله رو از بین ببرم، باشین که اینی فاصله رو از بین ببرم. ویلن 30 به شکل ویلن 20 به شکل ویلن چند، ویلن 10. اینه برای ما شما کریت شد. اگه تن کنیم بگیم شو برای ما شما ویلن بریف، درباره ویلن ها معلومات بده، ببینیم برای ما شما ویلن کریت شده. ویلن 10 ویلن 20 ویلن 30 ویلن 40. 40 رو چند گفته بودیم، 50. 41 42 43 44 تا 50 برای ما شما جور شد. یعنی نامش مشکل نیست، نامش پسان هم چنین میشه. صحیح است؟ نام برای ما شما مهم نیست. ویلن به اساس چی کار میکنه؟ به اساس نمبر کار میکنه. به می شکل نامش اگه چنج کده میتونسته، نه مثلا ویلن نمبر 10 نامش پس میتونی نامش به نام چی بتونیم، مثلا به نام آیتی مشکل نداره. مثلا شو برای ما شما ویلن چی بریم، نام مهم نیست برای ما. ویلن نمبر 10 پس نامش به نام چی جور شده، به نام آیتی. اگه یک وقت ویلن رو دیلیت هم میکردی یا پیشتر که ما شما دانگی کی دیلیت کردیم، یعنی حالا میگیم نو ویلن نمبر برای ما شما 10 کاما 20 کاما برای ما شما 30 کاما برای ما شما 40 40 الا چند بود، 50. در یک دانه کامنت کل شما دیلیت کردیم، یعنی دو شو برای ما شما ویلن چی برید. درباره ویلن ها معلومات بده، ویلن های ما شما چی شد، دیلیت شد. اما ترس یعنی این ویلن ها برای ما شما چی شد، دیلیت شد. ما میخوایم ویلن کریت کنم. اول ویلن 10 ویلن 20 ویلن 30، یک دونه ویلن 10 یک دونه ویلن 20 یک دونه ویلن چند از ویلن 30 و پورتاش هم باید ما شما بریم عضوش کنیم. عضوش چی کنیم، عضوش کنیم. و طرف این دیوایس های طرف پورتا که ما شما قرار میدادیم، پورتای ما شما باید دالت چی می بود، دالت اکسس می بود. اما درست یعنی پس ما شما طور میگیم ویلن نمبر 10 نامش مثال میمونم به نام آیتی. مثلا ویلن دیگه جور میکنم، ویلن نمبر برای ما شما چند است، ویلن نمبر 20 نامش میمونم به نام فایننس، یعنی ویلن مربوط به فایننس است. این دسکریپشن واره است، نام فقط به خاطر یک معلومات اضافی است. ویلن نمبر برای ما شما 30 نامش ما شما میمونیم به نام چی، مثلا نامش ما شما میمونیم به نام HR. این HR ما شما چی میمونیم، نامش میمونیم. حالا اگه تین کنیم شو برای ما شما ویلن بریف، درباره ویلن ها برای ما معلومات بده. ویلن های ما شما کریت شد، یعنی ویلن 10 ویلن 20 و ویلن 30 برای ما شما چی شد، کریت شد. صحیح است؟ اما پورتازش نشده. این تنها ویلن کریت کرده. ما میخوایم پورتا رو ازش کنم از پورت 1 تا پورت 10 تا این پورت. این مربوط کدام ویلن شد، ویلن 10. و از پورت بر ما شما 11 تا پورت بر ما شما 20 مربوط کدام ویلن شد، ویلن 20. و از پورت 21 کلا بر ما شما پورت 30 مربوط کدام ویلن شد، مربوط ویلن 30 شد. میخوایم این پورتا هر کدام از این مربوط یک دونه ویلن خاص شد. پس ما شما میریم در گلوبال کانفیگریشن. در کجا میریم، گلوبال کانفیگریشن. اینترفیس رنج مدل از با فاز شروع میشه. اگر پورتایتون گیگ بود گیگ انتخاب میکنین، ایترنت بود ایترنت انتخاب میکنین. مثلا پورتا فاست است چون استک داره، استک 3 بر 0 بر چند 1 الا بر ما شما چند 10. رنج انتخاب کردم که از پورت 1 الا پورت 10 بر ما شما چیش انتخاب شه. این انتر میگم سویچ پورت مود اکسس. چرا؟
چون طرف این دیوایس ها رو ما شما پورت ها رو دالت چی قرار میدادیم؟ دالت اکسس قرار میدادیم. این پورت هم دالت اکسسی پورت هم، یعنی پورت هایی که طرف این دیوایس ها کامپیوتر ها، پرینتر، اسکنر مثلا قرار میگیره ویلن بندی میکردیم. کل زیر ما شما دالت اکسس بود. الان میگیم سویچ پورت مود اکسس، یعنی برو پورت های تو دالت چی باشه؟ دالت اکسس باشه. الان کریچ بعد از اون میگیم سویچ پورت اکسس باش ده ویلن نمبر چند؟ ویلن نمبر ده. یعنی این 10 دانه پورت که ما شما رو انتخاب کردیم، اول انتخاب کردیم که مود شما یا اپریشن تان دالت اکسس باشه، سینگل دیتا یا سینگل یوزر از پورت های شما دیتاش انتقال میکنه. حالا میگم سویچ پورت اکسس ده ویلن ده، یعنی این 10 دانه پورت شما برین مربوط ویلن چند شین؟ ویلن ده. چون ویلن ده قبلا کریت کردیم، این کنتر کنم عضوش میشه، مسج نمیته که اینجا ویلن ده کریت شد، چون ویلن ده رو ما شما قبلا چی کردیم؟ کریت کردیم. حالا اگه مشمن کنیم بگیم شو برای ما شما ویلن چی بریف، این ویلن بریف 10 دانه پورت وزش شده. از پورت برای ما شما ویلن ده، از پورت 1 الی پورت چند؟ پورت 10. برای ما شما چی شد؟ عضو ویلن ده. الان از پورت 1 الی پورت 10 هر کامپیوتری که باشه برودکاست از یا مالتیکاست از فقط در کدام پورت میره؟ در پورت 1 الی پورت 10. در پورت های دیگه که مربوط ویلن 1 است برای ما شما پورت چی نمیکنه؟ انتقال نمیکنه. حتی این میل اگه سیم دیوایس مثلا فکر کنین یک دانه دیوایس در پورت 11 وصل کنیم، آی پی شبکه میکس 92.168.10.1 و یک دانه دیوایس دیگه بیم در پورت 4 وصل کنیم، آی پی 0.92.168.10.4 بتیم. مثال براتون میگم سیم رنج یا بین که دیگه ارتباط نمیگیره. چرا ما شما ویلنا رو از هم دیگه چی کردیم؟ جدا کردیم. برودکاست از ما چی شد؟ جدا شد. و باز طرف توسط راوتر یا سویچ لیر 3 باز پس ما شما رو بین که دیگه چی میتیم؟ راوت میتیم. به این شکل میریم پس گلوبال کانفیگریشن مود اینترفیس رنج فاست دانت برای ما شما مدلش با 3 شروع میشه، 3/0/11 الا چند؟ الا 20. سویچ پورت مود اکسس یعنی طرف این دیوایس قرار میگیری، دیتا سینگل یوزر ازت میره و سویچ پورت اکسس باش د ویلن نمبر چند؟ ویلن نمبر 20. اینا ما شما د ویلن 20 پورت رو چی دادیم؟ قرار دادیم. اگر شما تو رو بگیم سویچ پورت اکسس د ویلن 20 دایرکت برتانم اکسس میکنه، هم د ویلن 20 قرار میده، کدام مشکل نداره. اما به خاطر که شما بهتر یاد بگیرین ما در اینجا اگر چی کار میکنم میگم سویچ پورت مود اکسس، باز میگم سویچ پورت اکسس د ویلن چند باشه؟ د ویلن 10 باشه. الان برای ما شما ویلن 20 باشه. حالا اگه بگیم شو برای ما شما ویلن بریف درباره ویلن ها معلومات بده. ویلن 20 ببینید از پورت 11 شروع شد الا پورت چند؟ الا پورت 20. اما درست یعنی میرم ما شما چیکار میکنیم؟ ما شما میریم ویلن سی رو کریت میکنیم. ویلن سی از پورت ها رو ازش میکنیم. گلوبال کانفیگریشن مود اینترفیس برای ما شما رنج فازدانت برای ما شما از چند شروع میشه؟ 3/0/21 الا برای ما شما چند است؟ 30 است. میگن سویچ پورت مود برای ما شما باشه اکسس و سویچ پورت برای ما شما اکسس باش در ویلن نمبر چند برای ما شما؟ در ویلن نمبر 30. این ویلن نمبر 30 هم برای ما شما چی شد؟ کریت شد. حالا اگر بریم برای ما شما و شو برای ما شما ویلن بریم درباره ویلن ها معلومات بده. او پورتایی رو که استفاده نمیکنیم معمولا مربوط ویلن برای ما شما چند میشه؟ دیفالت است. اما اینی پورتایی رو که استفاده کردیم از پورت 1 الی 10 مربوط ویلن 10 و از پورت برای ما شما 11 تا 20 مربوط ویلن 20 و از پورت برای ما شما 21 تا پورت 30 ما شما مربوط ویلن چند کردیم؟ مربوط ویلن 30 کردیم و برای ما شما به می اساس کریت شده. این ویلن ها به می شکل میتونین اول ویلن کریت کنین، باز برین پورت ها روزش کنین یا دایرکت پورت ها روز یک ویلن کنین، هیچ ویلن کریت نکنین، داخل رنج این اینترفیس مثلا اینی و پورت اینی انتخاب مثل سویچ پورت مود اکسس در ویلن چند؟ 10 یا 20 اتوماتیک ویلن 20 هم برای ما شما چی میشه؟ کریت میشه. حالا یک چیز دیگه رو متوجه باشین. ما میخوایم ویلن در کریت کنم. چی کنم؟ دیلیت کنم. ویلن در که دیلیت کنم چون بای دیفالت 10 دانه پورت عضو است، نه یک ویلن که دیلیت میکنین پورتال کرش دیلیت میشه. یعنی چی؟ خوب متوجه باشین. ما یک وقتا میریم در گلوبال کانفیگریشن مود نشته میکنم نو ویلن نمبر چند؟ 10. ویلن نمبر 10 برای ما شما نباشه. اما درست یعنی ویلن 10 برای ما شما بخید دیلیت باشه. حالا اگه بگیم شو ویلن بریف درباره ویلن ها معلومات بده، سعی کنین پورتال کم است. برای ما شما میگه ویلن 20 داری از پورت 11 شروع میشه تا پورت 20. ویلن 30 داری از پورت 21 شروع میشه تا برای ما شما چند است؟ 30. این پورتای ویلن دیفالت از 31 شروع میشه تا چند است؟ 48 و 4 دانه گیگ است. از پورت 1 الی پورت چند؟ پورت 10 بیخی گم است. چرا وقتی یک ویلن دیلیت میکنی پورتام کرش چی میشه؟ دیلیت میشه. یعنی یک جای میرین یک سویچ روشن میکنی میبینید 10 دانه پورت یا 20 دانه پورت برای ما شما اصلا نیست. مثلا برای ما شما هیچ نشان نمیده در ویلن. او دلیلش چی است که یک نفر یک ویلن که عضو از اون پورتا بوده دیلیت کرده، پورتام کرش چی میشه؟ دیلیت. رای سولوشن چی است؟ پس دوباره میریم سکند ویلن دا کریت نمیکنم. این طریقه دیگه ویلن است که کریت میکنیم. میریم گلوبال کانفیگریشن مود میگیم اینترفیس رنج فازدانت برای ما شما 3/0/1
الا چند الا ده. ویلن کرید نکردیم، ده خود دلیت چنه سویچ پورت مود برای شما اکسس میتونین باشه و برای شما سویچ پورت می پورت ها اکسس باشه. در ویلن نمبر چند ده. حالا کلینتر کنم میگه ویلن ده نبود، ویلن نمبر ده خو نبود، پیشتر دلیتش کردیم. یعنی میگه ویلن نمبر ده با دیفالت چی کردیم کرید کردیم. یعنی ضرور نیست که اول شما ویلن کرید کنین باز برین پورت ها رو چی کنین عضوش کنین. با دیفالت وقتی میین شما پورت ها رو عضو یک ویلن میکنین برای شما ویلن چی میشه کرید میشه. خب از دو طریقه باید یاد داشته باشین. حالا اگه تن بگیم برای شما شو ویلن برید درباره ویلن ها معلومات بده این یک دونه ویلن ده کرید شد و پورت ها پس دوباره آمد نامد. یا مثلا اون پورت ها رو پس از دیفالت ویلن هم کده میتونیم. ویلن چند ویلن یک هم شما کده میتونیم. این نامش به نام مثال ویلن دا آمده. این چند میشه نامش مهم نیست. گلوبال کانفیگریشن بود. ویلن نمبر برای شما چند بود؟ ویلن نمبر ده. ما شما این ویلن نمبر ده. نام زیر به نام چی میمونیم؟ پس ایت هیچ مشکلی نیست. برای شما شو برای شما ویلن چی برید درباره ویلن های برای ما چی بتیم معلومات بدیم. این ویلن های ما شما آمده و ویلن های ما شما رو چی داریم؟ داره. خب ما میخوایم در سویچ دیگه هم عین کار کنیم. یعنی در سویچ دو هم که میریم سویچ دو ویلن ده کرید کنیم، ویلن 20 ویلن 30 رو ما شما چی کنیم کرید کنیم. امی سه دانه ویلن کرید کنیم و به شکل پورتا رو ما شما چی کنیم عضوش کنیم و پورتا بر ما شما عضو شه. باز بعدا میایم ترنگ پورت میکنیم. ترنگ پورت و تغییراتی که در ترنگ پورت میریم ما شما سرازی چی میکنیم گپ میزنیم. صحیح است. اینی از ویلن های ما شما که در اینجا کرید شد. میریم در سویچ دو رو چنج کو ما شما در سویچ دو هستیم. میگیم نو enable global configuration mode host name به نام SW چند باشه؟ دو باشه. سویچ چند؟ سویچ دو. میگم شو ویلن چی بریم درباره ویلن های معلومات بده. احتمالاً ویلن های ازی پاک است. یعنی میبینین هیچ ویلن نداره. یک دیفالت داره چون گفتم تمام پورت های یک سویچ معمولا مربوط چی هست؟ دیفالت ویلن میشه و 1002 1003 1004 یا دیفالت ویلن هاست. به نام چیات میکنه؟ به نام ریزرو یا به نام چیات میکنه؟ به نام دیفالت که با دیفالت خودش موجود است. ریزرو شدگی از به خاطر توکنینگ و FDDI چی است؟ FDDI فایبر است. خب ما شما ویلن کریت میکنیم. ویلن چی میکنیم؟ ویلن کریت میکنیم. در اینجا میتونیم به اساس پورت بیس کریت کنید. سکند میج ویلن ده کریت نمیکنم. مدل از این پورت های از استک داره. استک نمبر 4 5 است. پورت های از ما شما انتخاب میکنیم. گلوبال کانفیگریشن مود. ویلن هیچ کریت نیست. نه اینترفیس رنج فزدنت 5 بر 0 بر چند دوستا 1 الی 10. میگن سویچ پورت مود باش اکسس و سویچ پورت اکسس باش در ویلن نمبر چند؟ ویلن نمبر ده. کنتر کنم میگه ویلن نمبر ده کریت نبود. ویلن نمبر ده چی نبود؟ کریت نبود. ویلن نمبر در ما کریت کردم. مال سکنه نه خودش کریت شد. ما شما اگه بگیم شو ویلن برای ما شما برید درباره ویلن ها معلومات بده. ده دانه پورت عضو یک ویلن کردیم. ویلن هم برای ما شما اتوماتیک چی شد؟ کریت شد. هیچ ضرور نبود که اول ویلن کریت کنم باز پورت ها رو عضوش کنم. ده امتحان آنلاین میرین CCI بخیر اونجا لب یا کانفیگریشن میگه ویلن جور کنی پورت مربوط از این ویلن. تو اگه یک دفعه ویلن جور کنی باز پورت ها رو عضوش کنی وقت گیر رسانی دایرکت پورت ها رو یک ویلن کو اتوماتیک ویلن برای ما شما چی میشه؟ کریت میشه. آیا به این طریقه پس دوباره کده میتونی مثلا ما شما ویلن نمبر ده این نامش چن میکنه. مثلا نامش برای ما شما چی باشه؟ IT میتونه ما شما ویلن نمبر 20 هم کریت کنیم. نامش به نام چی بانیم؟ مثلا به نام فایننس بانیم. ویلن نمبر برای ما شما ویلن نمبر 30 نامش میتونه مشابه بر نام چی بود؟ 4. تمام درسته نه. باز پسان پورتا رو عضوش کن. مثلا اینترفیس رنج فزدنت 5 بر 0 بر 11 الا برای ما شما چند؟ الا 20 برای ما شما 10 دانه پورت. سویچ پورت مود اکسس و سویچ پورت برای ما شما اکسس باشه در ویلن نمبر چند؟ ویلن نمبر 20. چرا ما شما گفتیم که از پورت 11 الا پورت 20 برای ما شما مربوط ویلن 20. از پورت 1 الا پورت 10 مربوط ویلن چند؟ ویلن 10. و از پورت 21 الا پورت 30 مربوط ویلن چند باشه؟ مربوط ویلن 30 باشه برای ما شما. اینه چون ویلن کریت شده بود اینجا مسیج نداد. حالا این کنیم برای ما شما بگیم شو ویلن برای ما شما بریف درباره ویلن ها برای معلومات بده. ببینید اینجا ویلن ها رو برای ما شما چی میکنه؟ شو میکنه. ویلن 10 ویلن 20 ما شما کریت کردیم. به این شکل پورتای ویلن 30 رو انتخاب میکنیم. اینترفیس رنج برای ما شما فزدنت 5 بر 0 بر 21 الا برای ما شما چند است؟ است. سویچ پورت برای ما شما مود اکسس باشه و سویچ پورت اکسس باش در ویلن نمبر چند برای ما شما در ویلن نمبر 30. یعنی ما شما ویلن چند کرید که ویلن 30. هر سه ویلن کرید شد. شو برای ما شما ویلن برید درباره ویلن ها برای ما شما چی بده؟ معلومات بده. حالا میبینین اینجا ویلن هاش برای ما شما کرید شد. ویلن 10 ویلن 20 و ویلن 30 و نامایش رو انتخاب کردیم. اینی ویلن هاست.
الان برودکست از اینیا فقط اینی پورتا میره، برودکست از اینیا فقط اینی پورتا میره و برودکست از اینیا برای شما اینی پورتا برای شما چی میکنه؟ سایکل میکنه. این 48 پورت است، مثلا 24 پورت باشه یا 8 پورت باشه یا 4 پورت، نظر به نیازتان. یک جای نیاز میشه یک دانه پورت بگیرین، یک دانه. اینترفیس رنج به خاطر از این قرار دادن که یک وقت 10 دانه پورت یا 20 دانه پورت میگه شما انتخاب کرده بتانید. اینی از ویلن کریت کردن که شما ویلن ها رو چی کردیم؟ کریت کردیم. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ اینی پورت وسطی ترنگ باید شه. اینی پورت برای شما باید چی شه؟ ترنگ شه. اینی پورت باید ترنگ شه. ترنگ به خاطر چی است؟ چون یک دانه کیبل وصل شده و توسط یک دانه کیبل دیتای ویلن 10 میره، ویلن 20 میره، ویلن 30 ویلن 10 یک کم از بای دیفالت، یعنی تقریبا 4 دانه ویلن ما شما میریم چی میکنیم؟ توسط یک دانه کیبل میبریم. پورت باید چی شه؟ ترنگ شه. اگه یادتان باشه در پورت ترنگ باید ما شما یک انکپسولیشن هم تعیین میکنیم. یک انکپسولیشن آیسل بود، یک انکپسولیشن برای ما شما آیسل 2.1 بود. خوب ترینش آیسل 2.1 بود. حالا توی پورت یادتان میره یکی اکسس بود که طرف این دیوایس ها اکسس میشه، یکی ترنگ بود که ما شما ترنگ میکردیم، یکی حالت داینامیک بود. بای دیفالت حالت چی است؟ داینامیک. سکنید در سویچ 2 من این پورت 48 تا سیل میکنم. خب ما شما پورت چی رو چند میکنیم؟ 48 تا در سویچ 2 میگم شو اینترفیس از ترنگ، اینترفیس های ترنگ نشان بده کدام پورت ترنگ نشده. اینی کامنت به خاطر ترنگ پورت و به خاطر سویچینگ خیلی کامنت خوب است یادتان باشه. در پورت 48 داخل میشین در سویچ 2 شو اینترفیس برای ما شما فزدانت 5 بر 0 بر چند دوستا 48 برای ما شما سویچ بود. اینی کامند شو خیلی کمک میکنه به خاطر ترنگ بود. سکنن میگه در پورت 48 داخل شدی، سویچ پورت نیبل است، آپریشن از این دالت چی است؟ داینامیک است. دالت چی؟ دالت داینامیک. یا تا خمانده نه دالت چی است؟ داینامیک. اگه تینمیل می پورت سویچ دور اکسس کنم طرف مقابل اتوماتیک خود چی میکنه؟ اکسس. اگه ما شما رو ترنگ کنیم اتوماتیک برای ما شما چی میکنه؟ ترنگ میکنه. میگه استیتش فعلا دالت اکسس است، نیگیشن برای ما شما نمیکنه. نتی ویلنش برای ما شما ویلن چند است؟ ویلن 1. خب ما شما میخوایم این پورت 48 تا ترنگ کنیم. پورت 48 سویچ دوره. سکن اینجا ترنگ کنیم این طرف اتوماتیک ترنگ میشه. بازی رو ترنگ میکنیم خود ما شما که یاد بگیرید. ما پورت 48 داخل میشم. در گلوبال کانفیگریشن مود میرم. اینترفیس برای ما شما فزدانت 5 بر 0 بر چند 48. حال باید بگیم سویچ پورت ترنگ. الان برای ما شما انکپسولیشن دو دانه انکپسولیشن داشت. یکی آیسل 2.1 یکی برای ما شما چی بود؟ آیسل. آیسل کس از سیسکو است، یعنی تنها در دیوایس های سیسکو کار میکنه و سر خود دیتا 30 بایت دیگه اد میکنه. 24 بایت 26 بایت برای هیدر داره، 4 بایت دیگه اف سی اس از برای ما شما که تریلر داره و دات کس فقط 4 بایت، 2 بایت هیدر، 2 بایت دیگه برای ما شما چی است؟ تریلر. خوب ترینش کس آیسل 2.1 است. میگیم سویچ پورت برای ما شما ترنگ انکپسولیشن دات میته اینه برای ما شما انتر میگیم و برای ما شما میگیم سویچ پورت مود برای ما شما چی باشه؟ ترنگ. حالا باید ما شما مود چی کنیم؟ ترنگ. ترنگ پورت اینه تو میشه ما شما توسط از ترنگ میکنیم. یک چیز یادتان باشه سویچ های مدل قدیمی و خصوصا سویچ های لیر 2 بازاش این انکپسولیشن سپورت نمیکنه. یعنی هرچی میگیم سویچ پورت ترنگ انکپسولیشن دات ایت نمیگیره. اونجا دایرکت سویچ پورت مود چی میگی؟ ترنگ میگی. برای ما شما چی میکنه؟ ترنگ. اما سویچ های مدرن بازی قبول میکنه. اینه برای ما شما چی شد؟ ترنگ شد. حالا اگه بریم نشته کنیم بگیم شو انترفیس ترنگ. انترفیس های ترنگ که برای ما چی بده؟ نشان بده. این انترفیس های ترنگ که برای ما شما چی میتونه؟ نشان بده. بای دیفالت ببینید نه انترفیس های ترنگ برای ما شما است. اینجا چی میگه؟ من پس سری را شو کنم که اکسس لاک آمد. شو انترفیس ترنگ. انترفیس های ترنگ نشان بده. میگه پورت 48 آپریشنش دالت است، انکپسولیشن داتونیکو دالت ترنگینگ است. نتی ویلن بای دیفالت ویلن چند بود؟ 1. فرمایی که تگ نمبر نداشته باشه عضو کدام ویلن میشه؟ عضو ویلن 1 میشه. اما درست یا نه؟ و در داخل ویلن 1 دمی ترنگ پورت سعی کنید در ترنگ پورت کدام ویلن ها اجازه داره؟ ویلن 1 ویلن 10 ویلن 20 و ویلن 30 ما شما چی داریم؟ اجازه داره. توسط از این کامندام ترنگ پورت دیده میتونه شو انترفیس فزدانت 5 بر 0 بر 48 سویچ پورت این رو منتر کنید. این خیلی کامند خوب است. میگالاتش ترنگ است، آمد ادمین این را ترنگ کرد، آپریشن دالت ترنگ پورت است، انکپسولیشن داتون کی است یا نه برای ما شما این رو برای ما شما چی میتونه نشان بده. خب کانفیگریشن WR کانفیگریشن چی میکنیم؟ سیف برد سویچ دیگه چنج سویچ یک سکند اینی پورت می ترنگ نکردیم، یعنی ترنگ کردیم ما شما پیشتر نه اما این ترنگ شده. ما شما بگیم شو انترفیس است ترنگ، انترفیس های ترنگ نشان بده. 48 از این ترنگ شده.
اما اپریشن شاتو هست سیکنال لاله بگیم شو اینترفیس فاست اینترنت 3 بر 0 بر 48 انتر کن اپریشن از بر ما شما ببخشید داخلش باید چی بگید سویچ ما شما سیکنال این اپریشن از دالت چی است داینامیک است دالت چی داینامیک سیکنال یک چیز یادتون باشه یک طرف که ترنگ کنی اتوماتیک دیگه طرف ترنگ میشه اما این پروتکل دی تی پی در تنها در دیوایس های سیسکو کار میکنه و داکیومنتری هایی میگه در داکیومنتری هایی که بخونی میگه این است که شما منولی برین دیگه طرف هم ترنگ کنه به خاطر که این مثال تو امید به این داشته باشی که اتوماتیک دیگه طرف ترنگ میشه یک دفعه او مثلا ترنگ نشه مشکل پیدا میشه نه الان از اون خاطر لازم است که منولی دیگه طرف هم خودتون چی کنید ترنگ به خاطر چی مطمئن بیشتر شما مطمئن شید و یکی رو ما به خاطر کار میکنم که شما یاد بگیرید که چطور پورت ترنگ میشه در یک دفعه یاد نمیگیرید میریم گلوبال کانفیگریشن مود اینترفیس فازدانت برای شما 3 بر 0 بر چند 48 میگیم سویچ پورت ترنگ انکپسولیشن .enq و سویچ پورت مود برای شما باشه دالت چی دالت ترنگ ما شما منولی از حالت داینامیک کشیده میشه دالت چی آوردیم ترنگ آورده میشه آل ترنگ شده اند میگیریم میگیم شو برای شما اینترفیس ترنگ اینترفیس های ترنگ نشون بده بیشتر اینجا تو بود همونطور است یا نه حالا برای شما آن شده انکپسولیشن برای شما .enq گرفته و در داخل ویلن ها برای شما این اجازه داره الان چی کار میشه کامپیوتر ویلن ده یا دیوایس ویلن ده وقتی تران میکنه این سرش تگ نمبر میزنه روان میکنه دم اینجا باز مربوط ویلن چند میشه ویلن ده ویلن 20 روان میکنه تگ نمبر میزنه تا طرف تگ نمبر از دوباره واز میشه و مربوط ویلن میشه این انکپسولیشن و ترنگ پورت برای شما اما در ترنگ پورت ما میخوایم بعض چیزای دیگر هم براتون کار کنم این چیزای ادوانس شد که پای ادوانس است و سوالات امتحان آنلاین از این خاطر شما از این خاطر ما میم در ترنگ پورت در ترنگ پورت یک وعده میگه میگه ما در پورت ترنگ فقط ویلن در اجازه میدم دیگه ویلن ها را اجازه نده سوال میبرد میگه کانفیگر کو ویلن مثلا در ترنگ پورت ویلن در اجازه بده دیگه ویلن ها نباشه یعنی در ترنگ پورت بین سویچ و سویچ کو وصل است فقط دیتای ویلن در بره و دیگه ویلنا کرده که دیگه کمیونیکیت کردن نتونه یا مثال فکر کنید تو سوال میگه ویلن ده و 20 دیگه اجازه بده یک دونه ویلن برای ما شما در ترنگ پورت چیکو بلاک کو چه قسم ما شما بلاک کرده میتونیم اینی گاد پای ادوانس ترنگ است اول شما در ترنگ داخل میشین میریم در گلوبال کانفیگریشن مود اینترفیس فازدانت 3 بر 0 بر چند 248 چون مدل ازی با 48 است یعنی در سویچ یک هستیم در ترنگ پورت داخل شدیم در اینجا میگیم سویچ پورت ترنگ allowed برای شما چی ویلن الان سوالی را بزنیم اینجا چند چیز است مثلا تو یک ویلن اجازه میکنی میگی اد میگی چی میگی اد ما اد میکنم ویلن در اجازه بده در ترنگ پورت ویلن در اجازه باشه یا مثلا از ویلن امی ترنگ پورت یک بوده ویلن کشیده ویلن در چی کده کشیده میگه ویلن در ترنگ پورت دیتار انتقال داده نمیتونه چرا برو ترابل شوت کو سوال میاد امتحان آنلاین یک جای میرین شما باز میرین در ترنگ پورت میگه سرچ پورت ترنگ allowed ویلن اد میکنم ویلن در داخل ترنگ پورت اجازه نیست برای ما شما چی کو اجازه بدهش یا سل کنین ما شما پیش از اینکه کار کنیم ما شما خوب متوجه باشین این میکنیم میگم شو اینترفیس ترنگ اینترفیس های ترنگ نشون بده در ترنگ پورت ویلن 1 ویلن 10 ویلن 20 ویلن 30 اجازه داره نداره من این ویلن 30 رو میکشم ریموو میکنم در ترنگ پورت ما شما نباشه پس دوباره باز چش میکنیم اد میکنیم میریم گلوبال کانفیگریشن مود ما شما چی میگیم اینترفیس فازدانت چون مدل با 3 است از تاکسی داره 48 ما شما داخل میشیم میگیم سویچ پورت ترنگ برای ما شما allowed ویلن ما شما این انتر میکنیم اد یعنی یک ویلن اد کو اد بگویم باید ویلن اد کنم در ترنگ پورت اد میشه اگر من میگم all اینجا نشته میکنم all یعنی چیزی که در داخل یک سویچ ویلن است در داخل یک سویچ 10 دانه ویلن 20 دانه ویلن 40 دانه ویلن 50 دانه یا 60 دانه یا 70 دانه هر قدر ویلن باشه در داخل ترنگ پورت برای ما چی بده اجازه بده و در داخل ترنگ پورت برای ما باشه این از این طریقه است except یعنی بجز از اینی دیگر را اجازه بده من اگر تو اکسپت 10 میزنم یعنی بجز از 10 دیگر را اجازه بده اگر نن میگم یعنی هیچ ویلن در ترنگ پورت برای شما دیتاش چی نته انتقال نته یا اگر ما شما میگیم ریموو میکنیم این مثلا من یک دانه ریموو میکنم چند ریموو میکنم 30 این ما شما چی میکنم انتر حالا سکن از ترنگ پورت گم شد شو اینترفیس از ترنگ اینترفیس های ترنگ نشون بده اینجا میگه در ترنگ پورت ویلن 1 و 10 و 20 برای ما شما انتقال میکنه اما ویلن نمبر چی انتقال نمیکنه ویلن نمبر 30 ما شما نمیتونیم دیتا پورت ترنگ ما شما چی بتیم انتقال بدیم یعنی در پورت ترنگ ما شما آمدیم منولی چی کار کردیم همین ویلن 30 ما شما چی کردیم بلاک کردیم یا در ترنگ پورت کشیدیمش که در ترنگ پورت دیتا خود روان نکنه این سوالات جزئی خیلی باریک بین است که باز وقتیش که رسید باز میبینید سوالتان میگیرم دوستان میگیرم سوالتان
ما شما اینترفیس بر ما شما دیگه که از فزدانت 3 بر 0 بر چند دوستا بر ما شما 48 این ما شما در 48 پورت داخل میشیم. میگن سویچ پورت بر ما شما ترنگ الاود بر ما شما چی ویلن این ویلن ما شما مثلا من پس دوباره حد میکنم چی میکنم حد ویلن سی رو ما شما کشیده بودیم یعنی ویلن سی بر ما شما پس دوباره چی شد حد شد. این ما شما اگه تیم کنیم دوباره بگیم شو بر ما شما ویلن بریف درباره ویلن معلومات بده بر ما شما میبینید ویلن سی بر ما شما ببخشید این شو بر ما شما اینترفیس استرنگ اینترفیس های ترنگ نشون بده. پس دوباره ویلن سی آمد نامد. اینی از کریت کردن ویلن به دو طریقه هم به اساس اول میری گلوبال کانفیگریشن مود باز پورت ها رو ما شما چیش میکنیم عضوش میکنیم اما متراسیانه دو دانه سویچ ویلن ده ویلن 20 ویلن 30 جور کردیم و در ترنگ پورت ما شما رفتیم پورت ترنگ چی کار کردیم همین پورت ها رو ترنگ کردم و در داخل ترنگ پورت برتون الاو ریموو کردم